سال 2021 در تاجیکستان 548 دلیل ظاهر شدن خشونت زنان نسبت به مردان به قید گرفته شده است. رئیس کمیته کار با زنان و عائله نزد حکومت تاجیکستان هلالبی قربانزاده روز 14 فوریه در نشست مطبوعاتی این کمیته گفت طبق معلومات وزارت کارهای داخله سال گذشته به صورت عموم 3485 دلیل خشونت در عائله ها ثبت شده است که 176 دلیل کمتر در مقایسه با همین دوره سال 2020 می باشد. از شماره عمومی عرض و شکایت ها 548 دلیل با مراجعتنامه مردان در مورد ظاهر شدن خشونت به آنها از جانب همسرانشان داخل دارد. تاکید داشت رئیس کمیته در همین حال به گفته او با نظر داشت عرض و شکایت های شفاهی که به مراتب از عریضه های خطی به وزارت کارهای داخله زیادترند در مقایسه به سال 2020 سال گذشته حالتهای خشونت در عائله افزوده است. هلالبی قربانزاده ذکر کرد که برای حل این مشکلات مهم تدبیرها عملی می شوند از قبیل گذرانیدن صحبت‌ها با اهل عائله و همسایه‌های آنها تا که مشکلات همه‌جانبه آموخته شده از همپاشی عائله ها پیشگیری کرده شود. در نشست خبری کمیته زنان همچنین مدیر شعبه اطلاعاتی این اداره سباوت رستم خبر داد که سال گذشته در تاجیکستان 548 حالت خودکشی و قصد خودکشی ثبت شده است که این نظر به یک سال قبل 47 مورد کمتر است. در 246 مورد زنان و دختران از جمله 52 دختر نابالغ به جان خود قصد کردند. سال 2020 در تاجیکستان 272 حالت قصد خودکشی زنان و دختران ثبت شده بود. 53 نفر آنها دختران نابالغ بودند.